بسم الله الرحمن الرحیم ولا تسألون عما کنتم تعملون. الله امروز یهودی ها را خار کرد بعد از اینکه از آن در مساجد فلسطین در یعنی قدس شریف منع کردن. الله ببین امروز اینا را به یک عذاب گرفتار کرده است. از آسمان میگه آب میریزه مثل بنزین است، در میگیره قدرت الله. از زمین ها از زمین میگه میزنه میبراید در میگیره. حتی درخت ها از درخت ها میگه آب برآمده است، آبی مثل بنزین در میگیره. درخت از برگش از شاخه هاش میگه در میگیره. یا ببین عذاب الله. اما یهودی های خبیث وسایل اعلام که در دستشون هست، طریق یوتیوب و طریق فیسبوک و تلویزیون و دیگر چیزا که در دستشون که هست، همین خبر نمیمونن پخش کنن. به همین خاطر برادران بین همدیگر پخش بکنید این خبره تا اینکه تمام مسلمان ها، خداوند امروز برای ما روز خرسندی است، باید ما خرسندی بکنیم. یهودیای بدبخت الله و این یک عذاب گرفتار کرده است به یک بلا. دعا بکنیم که الله اینا را خار کنه، این خبیثا را از بین ببره. اینا سبب فتنه تمام بشریت هستند. تمام مخلوقات از شر این بدبختا در امان نیستند. دعا بکنین الله ظالما را سرنگون بکنه و مظلوما را از ظالمان نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تسألون عما کنتم تعملون. الله امروز یهودی ها را خار کرد بعد از اینکه از آن در مساجد فلسطین در یعنی قدس شریف منع کردن. الله ببین امروز اینا را به یک عذاب گرفتار کرده است. از آسمان میگه آب میریزه مثل بنزین است، در میگیره قدرت الله. از زمین ها از زمین میگه میزنه میبراید در میگیره. حتی درخت ها از درخت ها میگه آب برآمده است، آبی مثل بنزین در میگیره. درخت از برگش از شاخه هاش میگه در میگیره. یا ببین عذاب الله. اما یهودی های خبیث وسایل اعلام که در دستشون هست، طریق یوتیوب و طریق فیسبوک و تلویزیون و دیگر چیزا که در دستشون که هست، همین خبره نمیمونن پخش کنن. به همین خاطر برادران بین همدیگر پخش بکنین این خبره تا اینکه تمام مسلمان ها، خداوند امروز برای ما روز خرسندی است، باید ما خرسندی بکنیم. یهودیای بدبخت الله با این یک عذاب گرفتار کرده است به یک بلا. دعا بکنیم که الله اینا را خار کنه، این خبیثا را از بین ببره. اینا سبب فتنه تمام بشریت هستند. تمام مخلوقات از شر این بدبختا در امان نیستند. دعا بکنین الله ظالما را سرنگون بکنه و مظلوما را از ظالما نجات بده.